با سلامی دیگر باره از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ و چون همیشه در ساعت 10 با وقتی پراگ من بینندگان عزیز در روبروی شما قرار میگیرم با خبرهایی که تازه در دست داریم و انیقترش با سرخطی خبرهای روز و این خبر رو موضوعی که حالا من برای شما میگویم بعدا در برنامه خبری یعنی بعد از 3 ساعت دیگر ما در اختیار شما خواهیم گذاشت و بازم در پخش مستقیم و در آزادی ویدیو که همین حالا از اونجا ما رو تماشا دارید. خب یک خبر عاجل داریم. تقریبا چند دقیقه پیش وزارت کارهای داخلی با پخش یک سرود در وبسایتش خبر داد که گدایف شرافیدین امروز اختیاراً به دوشنبه اومده اظهار نموده است که از کردارهای کردهش صمیمانه پشیمان است و اختیاراً با خطسیر مسکو دوشنبه به وطن برگشته است. باید یادآور شوم که شرافیدین گدایف معاون رئیس پیمانی ملی و سابق رهبر گروه 24 بود و ما این موضوع رو پیگیری داریم و کوشش میکنیم که تا شروع برنامه خبری تفصیلات رو در اختیار شما بینندگان عزیز بگذاریم. وایبر و واتساپ و ایمو قیمت می شود. رئیس کمیته اندوزی تاجیکستان میگوید واقعا هم در این زمینه به حکومت پیشنهاد شده است و این مسئله به زودی حل خود را پیدا خواهد کرد. سبب چنین پیشنهاد رو در این نهاد به گونه زیرین شهر میدهند که سالهای اخیر صحبت‌های تلفنی به شدت کم شده. اکثر ساکنان برای گفتگو با خارج از مسنجرها استفاده میکنند. این در نوبت خود به کاهش یافتن اندوز شرکت‌های موبیلی سبب شده است. بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان برای کار و اقامت در روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر قرار دارند و خانواده‌ها در گذشته برای تماس با مهاجران مخصوصا از همین تلفن‌های موبیلی استفاده می‌کردند و هر یک دقیقه آن نه کمتر از 1 سوم و 20 درم ارزش دارد. خب تا کجا تصمیم نوی مقامات به کیسه مشتریان ضربه خواهد زد در برنامه خبری برایتان بینندگان عزیز تفصیلات میدیم. دادگاه شهر دوشنبه یک جوانی توجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. در بیانیه کتبی دادگاه آمده است بهرالدین نجمیدینov 38 ساله که برای جنایت در روسیه زندانی شده است هنگام ادای جزا از طریق شبکه‌های اجتماعی با جنگجویان توجیک در عراق و سوریه از جمله ابو اسامه نورکی ارتباط برقرار کرده و از آنها شیوه تهیه بمب‌های خودساخت و بمبگذاری را آموخته است. به گفته دادگاه کار تا حدی رسیده است که هنگام تهیه بمب خودساخت که او آماده کرده است این ابزار ترکیده او را از 2 انگشتش محروم میکند. بهرالدین نجمیدینov سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشته است و مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان بعد مشاهده و نظارت حرکتی او بهرالدین نجمیدینov را روز 9 سپتامبر سال 2018 دستگیر کردند. سبب در چی بود؟ با ما بیایید در برنامه خبری خواهید فهمید. چرا شرکت برق توجیک 2 میلیارد دلار قرضدار شده است؟ قرضداری این شرکت که پیوسته باعث نگرانی حکومت کشور میگردد. مسئولین آن دایی میگویند اهالی تاجیکستان بزرگترین قرضدار از استفاده برق میباشند. برق توجیک از شرکت‌های پرمعمای تاجیکستان است و فعالیت آن دائم در سرخط خبرها قرار دارد و امور قرض اهالی از چنین رقم‌های بحث برانگیز شرکت است که دائم در این باره ما صحبت میکنیم و برای شما گزارش هم پیشنهاد میکنیم. اما گفته میشود تنها اهالی نیستند که از شرکت برق توجیک قرض دارند. خود شرکت نیز از نیروگاه‌ها، بانک‌های تجارتی و تشکیلات‌های مالی جهانی بیش از 22 میلیارد سوم قرض دار بوده. چون و چرا این موضوع رو بعد 3 ساعت دیگر در اختیار شما میگذاریم. یک گروه مادران و زنان ساکن پایتخت از رستم امامعلی شهرداری دوشنبه خواهش کردند که در راه‌اندازی ایپوتیکای موافق به توان مردم مساعدت کند. با گفته آنها گرانی ارزش منزل در دوشنبه بسیاری از خانواده‌ها را مجبور کرده است که اجاره نشین باشند. ضمناً وکیلان توجیک نیز میگویند همه ساله شماره خانواده نو در پایتخت می‌افزاید که نیاز به منزل دارند اما با گفته ساکنان گران بودن نرخ خانه‌ها و دسترسی نداشتن به قرض‌های دراز مدتی بانکی عائله‌ها را سال‌های طولانی بی خانه و در می‌گذارد. و بینندگان عزیز همچنین امروز نشست مالیه بود در تاجیکستان و همکاران ما در اونجا حضور داشتند و در برنامه خبری ما تفصیلات رو از این نشست پیشنهاد شما خواهیم کرد و هر خبر عاجلی که تا شروع برنامه خبری در دست ما برسد ما حتما برای شما خواهیم گفت. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ ما شما رو منتظریم یعنی تقریبا 3 ساعت بعد در آزادی ویدیو که از اینجا ما رو تماشا دارید و همچنین در www.azadi.org که وبسایت رسمی رادیو آزادی است.